به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به اطفال نازنین، سلام به گلهای خانه، سلام به شاگردای خوب. خوش آمدین به یک روز جدید و همچنان ساعتی درسی جدید. میبینم که شاد و سر حال هستین. من از دیدنتان بسیار بسیار خوش هستم. خب شاگردای خوبم، درس گذشته را خواندین؟ آفرین به شما. تکرار کردین؟ آفرین. میبینم که تکرارم کردین. بسیار خوب است که آدم درس خود تکرار کنه. خب شاگردای خوبم، درس گذشته ما چی بود؟ بله، بهتیاتی بود. بهتیاتی کی بود؟ ما قصه‌گی خواندیم در مورد مسعود و رشاد که مسعود یک بچه خوب بود. همصنفی کی بود؟ همصنفی رشاد. و رشاد یک بچه بازیگوش بود. او چی کار میکرد؟ بله، هر کاری که دلش میخواست میکرد، ولی یک کار مهم بسیار انجام نمیداد. او چی بود؟ که به حرف بزرگترا، به نصیحت بزرگترا هیچ توجه نداشت. و این باعث چی شده بود؟ بله شاگردای خوبم، این باعث شد که یک روز حادثه چی کنه؟ بله، حادثه ترافیکی کنه. خب شاگردای خوبم، این بود چی؟ درس گذشته ما که ما فهمیدیم باید به پند استاد خود گوش کنیم و یا به گپ بزرگان گوش کنیم. خب شاگردای خوبم، تشکر از اینکه به من کامنت روان کرده بودین و همچنین به ایمیل آدرس کارخانگیتان روان کرده بودین. پس زیاد شما رو معطل نمیمونیم، بریم به درس جدید. بله، درس بسیار بسیار جالب. بیاین که شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صنف سوم، مضمون درس 11 اندرس ها، صفحه 21 و 22 کتاب. پس صفحه 21 کتابتون شاگردای خوبم باز کنین. بله شاگردای خوبم، در صفحه 21 چی میبینین؟ ما چی میبینیم؟ یک پدر میبینیم یا یک بزرگتر که دو نفر نصیحت میکنه. یک دخترک و یک بچگک که چی میکنه؟ با اشاره دست نصیحت میکنه. خب شاگردای خوبم، چرا ما با نصیحت بزرگان گوش میدیم؟ شما نمیفهمید؟ پس بیایین که با خواندن کتاب خود به علت زو پی ببریم. البته در درس گذشته یادتان است کسی که با گپ استاد و یا بزرگان گوش نکنه چی میشه؟ بله، مثل رشاد وری دوچار حادثه میشه و یا ای که خدایی نخواسته کدام حادثه بعدی برای از او چی میفته؟ اتفاق میفته. از خاطر باید گپ بزرگان گوش کنیم و در جای درستش از او چی کنیم؟ استفاده کنیم. پس بیاییم ببینیم که کتاب ما امروز به ما چی قصه گک آورده و چی معلومات. اندرس ها. اندرس پند و نصیحت را گویند که بزرگان و دانشمندان آنها را نظر به تجربه های خود برای راهنمایی انسان ها گفته اند. باید این اندرس ها را به گوش و هوش بشنویم، بخوانیم و هنگام ضرورت از آنها در زندگی خود استفاده کنیم تا سرمشق خوبی برای ما باشند. شماره 1، به خوشنودی دلها بکوشیم. 2، علم بیاموزیم. 3، صادق و راستکار باشیم. 4، در امانت خیانت نکنیم. 5، با دیگران حسد نورزیم. 6، از دورویی پرهیز کنیم. 7، با نرمی سخن بگوییم. 8، صبور و شکیبا باشیم. 9، کار امروز را به فردا مگذاریم. شماره 10، به بزرگان احترام کنیم. خب شاگردای خوبیم، کتاب به ما گفته بود که اندرس چی رو میگه؟ پند و نصیحت را میگه. کدام پند و نصیحت؟ گپ بزرگان، گپ دانشمندان، حرف و یا پند و کلمه جمله که یک دانشمند و یا بزرگی به ما چی میکنه؟ به ما نصیحت میکنه. خب شاگردای خوبیم، همچنان کتاب ما با ما دیگه چی گفته؟ که ما باید پند و نصیحت با گوش و هوش بشنویم. هم با گوش به دقت و هم با فکر خود با دقت بشنویم و در وقت و در جای مناسب از او چی کنیم؟ بله، از او استفاده کنیم و این گپ ها رو سرمشق زندگی ما بسازیم. بیاین که بریم ببینیم شماره ها که بر ما گفته. یک بار تکرار کنیم که چی گفته. شماره 1، به خوشنودی دلها بکوشیم. یعنی چه قسمی؟ یعنی که پدر جان و مادر جان از خود راضی نگه داریم، دل اونا همیشه از ما چی باشه؟ بله شاگردای خوبم، از ما خوش باشه، به خاطر که دیگه ما کلان شدیم. به گپ اونا باید به دقت چی کنیم؟ گوش کنیم. از همین خاطر است که کتاب ما به ما میگه به خوشنودی دلها بکوشین. خب شماره 2 چی گفته؟ علم بیاموزیم. بله شاگردای خوبم، پیغمبر ما چی گفته؟ ز گهواره تا گور دانش بجوی.
چی کنیم؟ علم و دانش بیاموزیم. هر جایی که هستیم علم و دانش بیاموزیم که علم چی میکنه؟ بله، ما را فهمیده دانا و هوشیار میکنه. شماره 3 چی گفته؟ صادق و راستکار باشیم. بله شاگردکای خوبیم، کسی که راستکار باشه کلاگی بالای از باور داره. کسی که صادق باشه همیشه سخن درست میگه، هیچ وقت دروغ نمیگه. خب بریم به شماره 5. شماره 4 گفته در امانت خیانت نکنیم. بله شاگردکای خوبیم، ما فهمیدیم امانت داری در درس‌های گذشته، مثلا نگهداری کتاب‌ها، نگهداری قلم، وسایلی که از ما نیست ما رو خوب باید چی کنیم؟ نگهداری کنیم. و یا ای که وسایلی کتاب مکتب، خانه و یا ای که بیگ و لباسی که مادر جان بر ما میده باید همگیش منظم و خوب نگهداری کنیم. شماره 5 چیست؟ با دیگران حسد نورزیم. یعنی که هر کس هر چیز خوب داشت ما بگیم به به ماشاءالله چی خوب چیزی داری، پس ما آرزوی نابودی از اون نکنیم. یا این قسم نگیم ای کاش که این چیز نمی داشت، ای تو نگوییم، بلکه بگوییم به به ماشاءالله خوب است که تو داری، چقدر خوب است که تو داری. خب شماره 6 چی گفته؟ از درویی پرهیز کنیم. یعنی چی شاگردکای خوبیم؟ از درویی پرهیز کنیم یعنی که یک نفر پیش مادر مثلا راست میگه و پیش پدر چی میگه؟ دروغ میگه. و یا یکی پیش مادر دروغ میگه، پیش مادر راست میگه. خب از این خاطر شما چی کار میکنین؟ همیشه یک زبان باشین، دو زبان نباشین. مثل ازی که ما چی بگویم؟ همیشه پیش امو گپی که درست هسته چی میکنیم؟ پیش پدرم میگیم، پیش مادرم میگیم. مثلا مادر گفته برو 2 تا نان بیار، اما شما میرین پیش پدر چی میگی؟ پدر جان مادرم گفتن نان نیار. به همین قسم ایره چی میگن؟ درویی میگن. و یا یکی پیش یک نفر یک سخن خوب میگن، پیش یک نفر سخن بد. پس از درویی چی میکنیم؟ پرهیز میکنیم. بریم به شماره 7. با نرمی سخن بگوییم. پس شما چی میکنین؟ به شدت صدای بلند سخن نگوین، به نرمی سخن بگوین شاگردکای خوبیم. بله، یک شاگرد خوب، یک کودک خوب و یا یک شاگرد صنف 3 خوب همیشه به نرمی سخن میگه. لازم نیست که بسیار چیغ چیغ بزنه، بلکه به نرمی و خوشرویی سخن بگویه. بریم به شماره بعدی. صبور و شکیبا باشیم. مثلا چه قسم؟ اگر ما میخوایم درس یاد بگیریم و یا ای که یک کتاب مکمل بخونیم، پس باید صبورانه با صبر و حوصله هر صفحه شب مطالعه کنیم تا ای که تمام کتاب چی کنیم؟ بخونیم. اگر مادر جان غذای چاشت آماده نکرده میگه صبر کو، پس باید منتظر باشیم تا مادر جان غذای خوشمزه بر ما پخته کنه. خب پس ما چی کنیم؟ صبر و حوصله. بریم به شماره بعدی. کار امروز را به فردا مگذاریم. مثلا کارخانه که امروز ما به شما میتونم هم امروز تمام کنین، دیگه به فردا نگذارین. فردا کارخانگی جدید به شما میتونم، از این خاطر کارخانگی یایتون چی میشه؟ بله شاگردکایم زیاد میشه، پس کار امروز همین امروز انجام بدین. بریم به چی؟ به شماره آخر. به بزرگان احترام کنیم، یعنی به مادر جان سلام کنیم، به پدر جان سلام کنیم، به کاکا و مامای خود سلام کنیم، همیشه به حرفشون توجه کنیم. این چی میشه؟ احترام. خب شاگردکای خوبیم، بریم به چی؟ رسیدیم بالاخره به فعالیت کتاب ما. اما یادتان باشه که چیکار میکنین؟ پندها و اندرس ها را در جایی مناسب از او چی میکنین؟ استفاده میکنین. پس بریم به چی؟ به فعالیت کتاب. فعالیت ها: به خواندن متن درس توسط معلم محترم گوش فرا دهید. متن درس را با آواز بلند بخوانید. جمله های زیر را با کلمه های داخل چوکات تکمیل نمایید. به خوشنودی دلها خانه خالی. صادق و خانه خالی باشیم. خانه خالی بیاموزیم. از هر گروه چند شاگرد یک اندرس بگوید. خب شاگردکای خوبیم، شما اگر یک اندرس یاد دارین او را به ایمیل آدرس ما روان کنین و یا یکی کامنت به ما بگوین. خب بریم به فعالیت بعدی. لغت هاست. بله شاگردکای خوبیم، لغت ها. شماره لغت معنا: شماره 1 اندرس نصیحت، شماره 2 حسد کینه، شماره 3 پرهیز دوری کردن، شماره 4 صبور صبر کننده. خب شاگردکای خوبیم، لغت ها را خواندیم.
پس شما در خانه میخورین و حفظش میکنین، لغت ها را حفظ میکنین و میگین یکی بزرگترهای شما لغت ها از شما پرسان کنه، شما هم معنیش بگیرین برین به چی؟ به کار خانگی. اندرس ها رو در کتابچه‌های خود بنویسید. وقتی که اندرس ها رو در کتابچه‌تان نوشته کنین، کار خانگیتان رو به ایمیل آدرس ما روان کنین. من میبینم و نظر خودت در موردش میگم. خب شاگردکای خوبم، درس امروز ما اینجا به پایان میرسه. شما رو به خداوند پاک میسپارم. یادتان نرسه فقط که ما را لایک و سابسکرایب کنین. خدا نگهدار.